مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیمی زنگ میگه که منم داشمی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. البته با شرایط اقتصادی حال حاضر ایران، کسایی که داخل ایرانن و دارن ویدیو منو میبینن 90%شون حال دلشون خوب نیست. حالا شاید 10%تون بچه پولدار باشید، بالا شهر باشید، اما 90% جامعه ایران طبق اعلام رسمی خود مسئولین زیر خط فقرن و امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید، چون هیچ چیزی تو این دنیا با ارزش‌تر از سلامتی نیست. امروز در برنامه پشت پرده میخوام راجع به مافیای کنکور با شما صحبت بکنم. امروز نتایج کنکور اعلام شد. البته تو این چند روز گذشته اعلام شده بود. دنبال یه فرصت بودم، دیدم بهترین فرصت الان هستش که توی این تاریخ بشینم و راجع به این موضوع با شما صحبت بکنم. مافیای کنکوری که چنبره زدن و دارن با آینده جوانهای اون مملکت بازی میکنن و مافیای کنکوری که صدا و سیما و سایر نهادها رو هم تو دست خودشون گرفتن، تمام رسانه ها رو خریدن با پولشون، نه مستقیم بلکه غیر مستقیم، و هر کاری که دلشون بخواد میکنن و اون جوانهای اون مملکتن که وقتی که شغلی که دوست دارن و اون رشته‌ای که دوست دارن رو قبول نمیشن افسرده و سرخورده میشن. اول صحبتم گفتم که رسانه ها رو غیر مستقیم و مستقیم خریدن. یعنی چی؟ شرکت های بزرگی مثل گاج، مثل قلمچی که میان و کلاس های آماده سازی کنکور رو برگزار میکنن، نفرات اصلی مافیای کنکورن. نفرای اصلی مافیای کنکورن که در طول سالهای گذشته با رقمهای میلیون دلاری، نه میلیون تومانی، توجه بکنید، با رقمهای میلیون دلاری نماینده های مجلس رو خریدن. به خیلی هاشون عرصه دیجیتال دادن و به خیلی هاشون هم ملک دادن. آمار 2-3 تاشون رو من در آلمان در شهر کلن دارم، در کنار رود راین 2 تا خونه لاکچری دادم به 2 تا از نماینده مجلس که به زودی تصاویر این خونه ها رو هم برای شما افشا خواهم کرد. ببینید چه رشوه های عجیب و غریبی رو این نماینده های مجلس دریافت میکنن. خب اول برسیم به رسانه ها، بعد برسیم به نماینده های مجلس. شرکت های بزرگ و اصطلاحاً آموزشگاه بزرگی مثل گاج و قلمچی میان به خبرگزاری های دولتی مثل ایسنا، مثل ایرنا، مثل فارس، مثل مهر، مثل خبرگزاری صدا و سیما. وقتی وارد سایتاشون بشید، دور تا دور سایت ما یه سری تبلیغات میبینیم. تبلیغات ایرانسل هست، همراه اول پای ثابت این سایت ها هست. تبلیغات گاج و قلمچی هم میبینید. و اگر پول یه بنر برای 1 ماه توی این سایت ها 10 میلیون تومان باشه، گاج و قلمچی به اینا 20 میلیون تومان میده. پس طبیعتاً پول تبلیغات اونها چرب و نرمه. خب خبرگزاری دولتی میدونه با پول تبلیغات اینها میدونه حقوق کارمندها و خبرنگارهاشو بده. پس هیچ وقت به خودش اجازه نمیده که راجع به آموزشگاه‌های بزرگی مثل گاج و قلمچی صحبت بکنه. این میشه خریدن خبرگزاری‌های دولتی به صورت غیر مستقیم. حتما لازم نیست چون یه پولی بذاری رو پاکت به طرف به عنوان رشوه بدی. برسیم به نماینده‌های مجلس. نزدیک 15 ساله که نماینده‌های مجلس وقتی که میخوان باج بگیرن از مؤسسات آماده سازی کنکور، میان میگن که ما میخوایم کنکور رو برداریم. چند تا از این نماینده‌های مجلس زنگ میزنن به مؤسسات و افراد نزدیک به گاج و قلمچی و میگن که اگر حق و سکوت و حق و دلالی ما رو ندید، ما میریم توی مجلس و کنکور رو حذف میکنیم. حالا چرا گاج و قلمچی؟ چون اگر تو اون مملکت کنکور برداشته بشه، دیگه مؤسسات آماده سازی کنکور که از هر دانش آموز 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون تومان پول میگیره که آمادش بکنه برای کنکور، بعد قاز بچرونه. دیگه تحت چه عنوانی کتاب‌های کمک درسی بفروشن؟ تحت چه عنوانی کتاب‌های کمک آموزشی بفروشن؟ تحت چه عنوانی آماده سازی کنکور رو برگزار کنن؟
از اون طرف اونها باید تاثیرگذار هم باشن دیگه. یک سری از نفرات اصلی که سوالات کنکور رو طراحی میکنن در پشت پرده با مؤسسات گاج و قلمچی بستن. میدونید که مثلا 10 تا استاد شیمی از 10 جای مختلف که زیر نظر سازمان سنجش هستن میان سوالات شیمی رو طراحی میکنن. 200 سوال طراحی میشه، از بین این 10 تا استاد 30 تا سوال برای مثلا زیست یا 30 تا سوال برای شیمی به صورت رندوم و تصادفی انتخاب میشه و توی کنکور استفاده میشه. یعنی طراح سوالات درس‌ها یک شخص خاص نیست. خب از اون 10 نفری که طراح سوالات شیمی هستن، هر 10 تاشون رو این مؤسسات کنکور در اختیار دارن و این مؤسسات کنکور تحت استخدام خودشون دارن. پس اون استادها خودشون میدونن که چه سوالاتی رو طراحی خواهند کرد و همون سوالات رو در کتاب‌های آموزشی و در آموزشگاهاشون مطرح میکنن که دانش آموزانی که دارن آماده میشن برای کنکور بتونن اون سوالات رو بفهمن. خب از اون طرف در حق کسایی که پول ندارن و در کلاس‌های این افراد شرکت میکنن اجحاف میشه، چون پولی ندارن و عموما میگن که آقا پدرشون یا خانوادهشون اون پول اون کلاس ها رو نداره. تو خب یه عدهشون هم استعداد ذاتی دارن و اصلا بدونی که تو این کلاس شرکت بکنن رتبه‌های 1 و 2 و 3 رتبه‌های تک رقمی یا 2 رقمی رو میگیرن توی کنکور. و وقتی این افراد رتبه 1 رقمی یا 2 نفره میگیرن، همین مؤسسات دوباره پول میدن به این افراد. یادم مثلا قدیما 50 میلیون 60 میلیون در 12 سال پیش میدادن. میگن که بیاید توی تلویزیون و جای مختلف مصاحبه بکنید و بگید که آره من کتاب‌های گاج و قلمچی رو خوندم، فلان کتاب فلان آموزشگاه رو خوندم و توی کلاس‌های اون شرکت کردم و توی اون کنکور شرکت کردم. ببینید سالیانه و در هر سال چقدر و چه مقدار پول جابجا میشه توسط این آموزشگاه‌های آماده سازی کنکور در سر کشور. از اون طرف شما توی صدا و سیما هم که بزنید بین مسابقات فوتبال، قبل مسابقات فوتبال، بعد از مسابقات فوتبال و در تایم‌های پربیننده، این دوتا آموزشگاه آماده سازی کنکور میان و تبلیغات خودشون رو میدن به صدا و سیما. طبیعتا صدا و سیما که اگر 100 میلیون تومان در ساعت پول تبلیغاتشه، این آموزشگاه میان 300 میلیون تومان میدن و از اون پول تبلیغاتی که صدا و سیما خرجش در میاره که از گشنگی نمیره. پس طبیعتا صدا و سیما هیچ وقت نمیاد راجع به آموزشگاه‌های کنکور بد بگه و نتیجه چی میشه؟ آموزشگاه‌های کنکور توسط صدا و سیما هم حمایت میشن. هم صدا و سیما، هم خبرگزاری دولتی و هم نمایندگان مجلس. از 3 حزب و از 3 جناح و از 3 زاویه این افراد دارای امنیت شغلی برای مافیای کنکور هستن. نتیجه چی میشه؟ دانش آموز یا دانشجویی که علاقه‌مند به یک رشته هستش تو رشته خودش قبول نمیشه. و فقط هم توی ایران و 2-3 تا کشور دیگه هستش که این اتفاقات میفته. شرط معدل یا بررسی نمرات مقاطع تحصیلی قبلیش دلیلی برای انتخاب اینکه بخواد یک رشته خوب رو داشته باشه به صورت 100% نیست. یه تأثیری داره اما اون تأثیر خیلی حالا به چشمم نمیاد. اما شما مثلا تو همین آلمان رو شما در نظر بگیرید، کشور جهان اول پیشرفته، این هم نخبه و دانشمند داره. باز هوششون هم نسبت به ایرانی ها تقریبا حالا طبق استانداردهای جهانی میگن که هوش ایرانی ها خیلی بالاتر از تمام کشورهایی هستش که حالا به عنوان کشور جهان اول شناخته میشه. برای همینه که بیشتر دانشمندا و نخبه‌های ایرانی جذب کشورهای مختلف میشن و اونجا کار میکنن. پدیده به اسم کنکور توی کشور مثل آلمان وجود نداره. هر کسی اگه درس بخونه و حالا مقاطع قبلی به قول حالا تو اینجا میگن گیمنازیوم یا حالا چیزای دیگه تو ایران میگن دبیرستان یا راهنمایی یا پیش دانشگاهی، شما هر چقدر که درس بخونی، هر رشته‌ای که دوست داشته باشی میتونی بری درس بخونی و بر اساس علاقت میتونی ادامه تحصیل بدی. ورود اتفاقا به دانشگاه در کشورهای اروپایی راحت، مثل قیف برعکس میمونه. ورود آسونه اما موقعی که میخوای امتحان خروجی بدی و مدرک بگیری دهنتو سرویس میکنن. اما تو ایران برعکس اون قیفه، ورود سخت، خروج راحته دیگه. همجوری میتونی کشکی و کیلویی مدرک بگیری توی دانشگاه‌های دولتی. پس نتیجه میگیریم اگر میخوای توی ایران مافیای کنکور برداشته باشه، باید آموزشگاه‌های برگزاری و آماده سازی کنکور تو مرحله اول حذف بشن. نماینده‌های مجلس اینقدر ادعاشون چیز خر و پاره میکنه و مدام میرن این ور اون ور، میگم ما قدرت اول منطقیم، شما یه مچ آدم‌های باج بگیر و جیره بگیر مافیای کنکورید. تازه این یه قلم پولی هستش که نماینده‌های مجلس میگیرن.
همین اتفاق برای شرکت‌های خودروسازی هم میفته. باج‌های سنگینی رو از شرکت‌های مثل ایران خودرو صاحب‌ها میگیرن که قانون واردات خودرو رو تصویب نکنن. نتیجه چی میشه؟ وقتی بخواد ماشین دست اولی مثل بنز و BMW و فورد و پورش وارد اون مملکت بشه، نماینده‌های مجلس قانونی تصویب میکنن که مخالفت بکنن. حرفشون همه که حمایت از تولید ملی. بعد آشغالی به اسم پراید و نمیدونم 206 و پژو رو، البته ای کاش ماشیناشون هم بر اساس استانداردهای اروپایی بوده، کاش همون پژوشون هم مثل پژو فرانسه بود. ماشینای آشغالی رو تولید میکنن که مردم مجبور بشن پول بنز بدن اما پراید سوارشن توی ایران. اینم بودجه دوم هستش. برای همین نماینده‌های مجلس توی شهرهای مختلف خودشون رو جر میدن که نماینده مجلس بشن و میلیاردی پول خرج میکنن که برن تو مجلس. حقوق مجلس مگه چقدره؟ ما 40 میلیون 50 میلیون تومانه. اصلا حساب بکنیم تو مثلا 4 سال میشه مثلا 2 میلیارد حقوقشون. 1 میلیارد میشه حقوقشون تو 4 سال نمایندگی مجلسشون. اما برای اینکه بخوام وارد مجلس بشن صدها میلیارد تومان پول خرج میکنن. برای اینکه بخوان برن تو مجلس باج بگیرن از آموزشگاه‌ها، باج بگیرن از مافیای دارو، باج بگیرن از مافیای خودرو، باج بگیرن از مافیای ورود اقلام کشاورزی، از هر چیزی که شما بگید تو مملکت که مافیاگونه شده، باج بگیرن از مافیای واردات قطعات الکترونیکی مثل موبایل، ساعت و چیزهای مختلف هوشمندی که وجود دارن. بعد شما انتظار دارید که اون مملکت درست بشه. اون مملکت مجمع الجزایری از مدیرهای باج بگیری هستن که فقط به فکر جیب خودشونن، به خاطر اینکه اون مدیره میگه من امنیت شغلی ندارم. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ما اون حکومت من میخوام بشم مدیر، بعد که دولت عوض بشه دولت دیگه بیاد اصلاح طلبه گم میشه، اصولگرا زرتی پیداش میشه. بذار تو همون 3 4 سالی که مدیرم بخورم حسابی جیبم پرپول بشه، بار خودم 7 جت دابادم ببندم چون لق بقیه. نتیجه این میشه که چمن ورزشگاه آزادی یه مدیر بی در پیکر 20 صاحب برمی‌دارم میذارم مدیر مجموعه ورزش آزادی. چمن ورزشگاه آزادی میخواد خوش بشه، میان آب دریاچه قایقرانی رو و میریزن تو چمن استادیوم آزادی. نتیجه چی میشه؟ سطح آب دریاچه میاد پایین، کشتی‌ها و قایقاشون به کشتی که نه قایقاشون به گل میشینه، نمیتونن از اون ور تمرین بکنن. آب آلوده اون دریاچه قایقرانی هم میاد وارد چمن‌های استادیوم آزادی میشه، چمن‌ها هم زرد میشن، کرم میخورن. میان آب اون دریاچه قایقرانی استادیوم آزادی رو درست بکنن، میان آب دریاچه چیتکر رو منتقل میکنن به آب دریاچه. سطح آب دریاچه چیتکر میاد پایین، سری میکروبا و حشرات میزنن بیرون، اهالیو اصطلاحاً اذیت میکنن. یعنی میخوان چششو درست بکنن، چششو کور میکنن، ابروشو درست بکنن. یه زبان اصلا مثلا ابروشو میخواستن درست بکنن، چششو کور کردن. شد داستان این مدیر بخاطر این بی سوادن، بخاطر اینکه بس وصل به فلان نماینده مجلس، وصل به فلان استاندار، وصل به فلان شخص مهم اون حکومت و اون سیستم میاد میکنتش مدیر. مدیرداری هم بلد نیست و فقط بلد یقه رو ببنده و دمپای جوراب سفید با بسم الله بسم الله و نماز و صف اول و این چیزا رتبه بگیره و سمت بگیره و تو مملکت حکومت داری بکنه. همه اینها هم باز مثل یک پازل به هم دیگه وصله. این هم میشه نتیجهش مافیای کنکور یا امثال این اتفاقات. امیدوارم که این ویدیو رو به اشتراک بذارید که 4 تا از این نماینده‌های بی غیرتی که مثل سیب زمینی هستن این ویدیو رو دیدن به غیرتشون بر بخوره و جلوی این اتفاقات رو بگیرن. آقای نماینده مجلس، اگه ادعات میشه که تو رشوه نگرفتی، باج نگرفتی، اگه ادعات نمیشه کنکور رو بردار. مگه نمیگی صاف و صادق و پاکم؟ کنکور رو بردار حذف کن تو اون مملکت. ببینم زورت میرسه، عمرن اگه زورت برسه. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. حتما اگر تونستید، خسته نبودید، ویدیو رو برای دوستان خودتون لینکش رو به اشتراک بذارید. خیلی مخلصیم.